راجع به تاثیر صادق هدایت روی روشنفکرای ایرانی، یک جور بدبینی یا پسیمیسم توی صادق هدایت هست که این روی به اصطلاح روشنفکرای ایران اون موقع، یا بله، من شاید خودم اینقدر جنبه مثبتم ناآگاه زنده است که اینو نمیبینم. هدایت رو نمیگم بیچاره، هدایت آدم واقعا شریفی بود، بی خودی هم افتاد از تله به تله و نابود شد، ولی یک ذرم موت شده بود بدبین بودن. اینو من 2-3 تا تو سفر اولی که به ایران برگشتم خیلی، یعنی فوری من می بردن تو محیطای بدبین، به خیالی که من آنچنان آدم فلسفی دان بالام که باید بدبین باشم، که اینم از اون حرف هاست که آدم باید حتما بدبین باشه که آدم حسابی باشه، خوشبین. اگه زیادی بخنده علامت این نیست که یه جاش خراب و فلانه. و خیلی این چیز مطرح بود، مخصوصا که هدایتم بود و هدایت زنده بود اون موقع و چیزم بود. یه دفعه اتفاقا اینو من گفتم و هدایت خندید از این موضوع، خندید، گفت فوشم داد، یعنی خواهر و مادر اینجور آدمایی که فلانه اینا. ولی در ضمن اعتقاد داشتم که بازی میکرد برای یه دی، یعنی وارد که میشد توی مجلس، اگه میدید که چشما آماده دیدار چیزشن، اون بچه منفی و پسیمیستش هستن، بدبینش، اون کلیشه‌ای که برای این درست کردن که هدایت مردیس اینجوری، اون وقت حتما یکی از این 2 تا اطفال اونجوریش هم میریخت و در درون خودش میخندید.